ساختمان بینای لوگی مکتب در دهه نوآباد جماعت دهاتی خمسنگیر ناحیه جیهون در دایره نقشه جورابینی‌های جشنی با افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همچون هدف‌های سازنده قرار گرفته در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده شد. بینای نوی تعلیمگاه از 10 صنفخانه عبارت بوده با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جیهون، صاحبکاران وطنی و راهبران خواجگی‌های دهقانی بنیاد گردید. مجهزگردانی دبستان با میز و کرسی و دیگر لوازمات تدریس از حساب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جیهون راه اندازی کرده شد. صنفخانه الوگی با دستگیری حکومت ناحیه و در یک جایگی با مردم محل ساخته به استفاده داده شد که برای 240 نفر خواننده جای نشست و برای 16 آموزگار جای کاری تامین کرده شد. با طریق حشر 10 صنفخانه الوگی برای خوانندگان ساختیم که پیش از این در 3 بست مؤسسه فعالیت میکرد. از آغاز سال نو خوانش در 2 بست فعالیت میکنند. با همین مانند در نزد بیمارخانه منطقوی دهاتی رقم 3 جماعت دهاتی خمسنگیر شعبه تولد بنیاد و مورد استفاده ساکنان محل قرار داده شد. انشاءات تندرستی با دستگیری حکومت جمهوری و تشکیلات جمعیتی تاجیکستان قومت افروخته برای زنان قابل تولد جماعت دهاتی استقلال و خمسنگیر ناحیه جیهون خدمت با ثمر طبی خواهد کرد. با غمخوری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب ولی نسبت ساحه تندرستی یک غمخوری به نهایت بزرگ است. بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ما در جماعت خمسنگیر در بیمارخانه منطقوی دهاتی شعبه تولدی مورد افتتاح قرار گرفت. در این دهات زنان قابل تولد 6422 نفر رو تشکیل می‌دهد که در 5 ماه سال گذشته اقتدار تولد در این بیمارخانه دهاتی با 384 نفر میرسد و دارای 10 کت بستری میباشد. شعبه تولدی تجهیزات‌های حاضر زمان از قبیل دستگاه اکسیژنراتور، دستگاه اتساس، اولتراسادا، افتاکلاو و همه اون دستگاهی که وابسته به شعبه تولدی لازم میباشد در بیمارخانه منطقوی تامین میباشد. طور تاکید گردید در ناحیه جیهون به استقبال صنایع بزرگ و تاریخی بنیاد بیشتر از 200 انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده کارهای ساخت و ساز با مرام جریان دارد. در جماعت شهرک دوستی کارخانه میوه خشککنی و کارکرد کنسرو میوه و سبزیجات روزهای نزدیک پررو به فعالیت آغاز میکند. امسال در ناحیه جیهون حاصل پالزی خیلی قناعت بخش است. اکنون با فعال شدن کارخانه مذکور امکان دارند که پالزی های شیرین را در شکل خشک‌کنیدن به داخل و خارج صادرات نمایند. طور اطلاع دادند از 1 تن پالزی 270 کیلوگرم قندک خربوزه استحصال کرده می شود. همچنین در شهرک دوستی ساختمان میدانچه ورزشی جریان داشته روزهای نزدیک مورد استفاده قرار داده می شود. در اینجا فرزندان 60 عائله زندگی کرده اکنون در نزد بیناهای استقامتی خود به هر گونه بازی ها و دلخوشی جلب کرده می شوند. رستم اسرارов صاحبکار از ناحیه جیهون اطلاع داد که به پیشواز صنایع بزرگ و تاریخی باز خط آبی نوشاکی کشیده راههای سطح محل را نیز تعمیر و تجدید می نمایند. در دهات وحدت ملی نیز شخصان احسانکار از جمله نورالله غفورов 2 کیلومتر راههای فرسوده سطح روستا را از نو تعمیر و تجدید نمودند. طور عیان شد در حدود دهات وحدت ملی بیشتر از 30 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا گرامی داشت از صنایع بزرگ و فرخنده مورد کاربری قرار می گیرند.